مقامات رسمی میگویند بین ساکنان دو روستای مرزی تاجیکستان و قرقیزستان مناقشه برخاست و از هر دو طرف 10 نفر مجروح شدند. مقامات ناحیه ایسفره گفتند که نزاع در روستای خواجه علا و در نزدیکی روستای کوکتاش قرقیزستان سرگرم است. شام روز هفتم ماه قرقیزها و تاجیکان زنازنی کرده و در سوی هم سنگ انداختند. شدند. هر دو طرف یکدیگر را به سر زدن مناقشه گناهکار کردند. در اوکراین ارسن اوکوف وزیر امور داخلی گفت نیروهای امنیتی کشورش فرماندهی جدایخواهان طرفدار روسیه در شهر دنسک را دستگیر کردند. ایهور کاکیجانوف وزیر دفاع جمهوری خودخوانده مردمی دنسک را بعد از تیراندازی در نزدیکی شهر ماریوپول دستگیر کردند. او را به تلاش برای قتل متهم می‌کنند. در افغانستان 10 نفر از ترجمان‌های نیروهای بریتانیا در نزد سفارت این کشور در کابل تظاهرات کردند. ترجمان‌های افغان می‌خواهند به آنها در بریتانیا حق اقامت بدهند، زیرا طالبان و دیگر گروه‌های افراطی ترجمان‌های افغان را خائن گفته می‌کشند. حکومت بریتانیا تاکنون به نصف 1200 کارمند افغان که برای نیروهای آن کشور کار می‌کنند حق اقامت داده است. در پاکستان مردم بیجا شده ناحیه قبایل نشین خیبر با طلب تامین امنیت در منطقه در شهر پیشاور راهپیمایی کردند. حکومت پاکستان این هفته بازگرداندن مردم را آغاز کرد که بر اثر نزاع خانه‌هایشان را ترک کرده بودند، اما تظاهرگران میگویند که حکومت نتوانسته است در مناطق قبایل نشین جنگ زده چاره‌های کافی امنیتی بیاندیشد و شرایط درست زندگی را فراهم کند. و در پیشاور با تشبث سازمان‌های بهداشتی صدها نفر با هدف بالا بردن آگاهی درباره بیماری تلاسمی، یک نوع بیماری کمخونی، راهپیمایی کردند. این بیماری ارثی بر اثر نقص در گن‌ها به وجود می‌آید و حالا 100,000 نفر در پاکستان چنین بیماری را دارند. در راهپیمایی در پیشاور کودکان گرفتار کمخونی شرکت داشتند. سازمان جهانی بهداشت روز 8 می را روز مبارزه با بیماری تلاسمی اعلام کرده است.